تبریک باشه. ان شاء الله با امید پیروزی‌های بیشتر ما. ان شاء الله. ما ورزش میکنین ان شاء الله. بله صاحب بله. فوتبال پایگار کرده. نه خیری در خارج از کشور است کردم. برو ان شاء الله که بخیر شما هم یک روز افتخارات شما رو میریم. قربان شما. سلامت باشید. همچنان بخیر باشید. بخیر باشید. بخیر باشید. باز دوستان در پایینتر میبرن ما هم بریم ان شاء الله برای دوستای دیگه صحبت‌ها رو داشته باشیم. تبریک باشه برادر. خوب هستین ان شاء الله. خوب هستیم بخیر هستیم سلامت باشین زنده باشین بخیر باشین. امروز یک روز تک ما گفتم آمدم در شور و شوق در چهره همه دوستای ما معلوم میشه فعلا و یک روز خوشی است برای همه ما. نه خیلی خوشی هستیم ما خیلی خوشحال هستیم قهرمان شده قهرمان آسیا شده دیگه ما اومدیم به خاطر استقبالشان. بسیار خوب. کدام شناخت قرابت است که یک شور و شوق در دل شور و شوق است شناس آمد. از کجا آمدین بخیر؟ از دشت برچی. از دشت برچی صبح وقت بیدار شدین آمدین که بیاین امروز از جوانای ما استقبال. بله 5 بجه صبح اومدیم اینجا فست مسخره اومدیم که استقبال شد. این یک شور بریم تا اساس پایین بریم. یک شور و شوق است که در دل آدم در قلب آدم میباشه و آدم میاره تو اینجا. بله 100% شیرینه و ما صبح از این بر شما بگین که لحظه که تیم ملی ما قهرمانی را گرفتن پیروز شدن چی حس داشتین؟ آیا فکر میکردین که افغانستان که در طول 40 سال جنگ بوده اینجا 40 سال بدبختی بود اما به یک باره سر بلند کنن مدال طلا را از پیش چه قهرمانایی برن؟ ما والا مطمئن بودیم این دفعه خیلی خوب بازی کردن رو ایران بردن بسیار خوشحال هستیم دیگه گفتن نمیشه دیگه. بسیار عالی. با خصوص وقتی که در کشور تایلند مسابقه داشتن و تایلند که ادعای قهرمانی داشت ولی اونا را 9-1 اگر اشتباه نکنم بله 9-1 پیروز شدیم و یک افتخار خیلی بزرگ بود برای ما. خیلی خوب 9-1 زد دیگه بسیار رفت فینال هم 2-1 برد دیگه بسیار. و هم کشور که در ما بعض این موضوعات خبری شنیدم بعض کنفرانس‌های خبری شنیدم میگفتن ما کشورهای بسیار بزرگ بردیم و افغانستان بر ما معلوم نمیشه. اوه خود قهرمان گفته بود دیگه ما بردیم شون زدیم دیگه. میگه یارو بیکسا خلاص. بخیر باشید. چی پیام دارین چی گفتنی دارین و امی احساس را که دارین اگه به کلمات بیان کنین؟ والله خیلی احساس خوشی داریم دیگه در کلمات نمیشه دیگه بسیار خوشحال هستیم. بخیر تبریک باشه دیگه بخیر باشید. عالی گلا را گرفتین بخیر در گردن هر دوست ما کامل گل میندازیم. گل میندازیم بخیر. سلامت باشین. بخیر باشین. خب خیمون بریم انشالله به قسمت های بالاتر چون اینجا در بگرام دوست هم هستن بریم ببینیم که اگر بتاریم برای بعض دوستا صحبت های انشالله داشته باشیم. سلام علیکم. خوب هستین انشالله؟ قهرمانی انشالله تبریک باشه تبریک برای کل ملت افغانستان. سلامت. اسم مبارک محمد مهدی. امروز هم شما آمدین که برای تیم ملی ما قهرمانی را آوردن بخیر تبریک بگیم. بله برای اول تبریک باشه برای کل ملت غیور افغانستان و سربلند افغانستان بعد به کادر فنی و بازیکنان و تمام هواداران فوتبال و فوتسال افغانستان. وقت بر ما یک افتخار بزرگ است که جوانای ما نوجوانای ما میرن و از کشورهایی که ادعای قهرمانی را داشتن مدال طلا را میگیرن و دوباره به افتخار به وطن برمیگردن. دقیقاً واقعا باعث خوشحالی و افتخار و سربلندی ما و شما هست که امروز جوانا و نوجوانا رفتن نتیجه مطلوب نتیجه‌ای که واقعا شایستگیش مردم غیور افغانستان داشتن گرفتن. بسیار خوشحالیم واقعا و انگیزه خوب و ناب برای جوانای افغانستان تقدیم کردن. لبخند در مردم افغانستان غم دیده و ستم دیده تقدیم کردن. تشکر می‌کنیم از کلگیش خصوصا کسایی که بانی و حمایت کننده از تیم ملی افغانستان بودن کسایی که دست حمایت داشتن چی اهم از بزرگای فوتسال و اهمی از کسایی که حمایت مالی کردن تشکری می‌کنیم و کسایی که زحمت کشیدن از آقای بهروز جعفری و بازیکنانی که واقعا با اندکترین حمایت مالی و اینا بهترین نتیجه را گرفتن. واقعا من بیشترم گفتم که طرفدار شما بیم یعنی کس باورش نمیشد کشوری که 40 سال 45 سال جنگ را سپری کرده کشوری که
40 سال در آتش بارود سوخته، اما بیای از پیش کشورهایی که مثل تایلند که دعای قهرمانی را داشتن، مثل کشور ایران که میگفتن، ما بعض آژانس‌های خبری شنیدم میگفته که امروی کشور افغانستان مسابقه کردن به سطح ما نیست و ما اینا رو میبریم، اما خداوند بر ما یک پیروزی رو داده که یک افتخار بزرگ. بله دقیقاً خدا میگه تو ذل من تشاد تو عز من تشاد، ذلت هم دست ماید و عزت هم دست ماید. انشالله که عزتمندی سربلندی تمام مردم افغانستان خواهیم. بازم در آخر تشکری می‌کنم از کسایی که زحمت کشیدن و این لبخند تقدیم مردم افغانستان کردن. شما سلامت باشید. بخیر باشید. آیا خودتون می فکر می‌کردین که افغانستان قهرمان شه و هم قهرمان مدال آور طلا و در کنار از او لحظه که افغانستان گل دوم را زد در مقابل ایران چه احساس داشتین اون لحظه؟ واقعا احساس دیگه، واقعا احساس خیلی خوشحالی که اشک شوق ریختیم واقعیتش و خودم واقعا اشک شوق ریختم. بعد برن بخیر. خب دوستان عزیز، خیمه هم آشتاستان میریم و سفر که آماده میسازن. شما چند که تشریف بیننده باشین، انشاءالله دوباره برمیگردیم. ورود قهرمانای فوتسال افغانستان است که جاتر از دوستای ما به اینجا آمدن و قسمی که میبینین بیروبار دوستا هم خیلی زیاد است و شور و شوق و لبخند هم در چهره‌های همه دوستای ما معلوم است که چقدر خوشحال هستن از اینکه تیم فوتسال ما دوباره بخیر با قهرمانی به وطن برگشتن. هزار دفعه با قهرمانی به وطن دوباره برگشتن و این از این قسمت هم بخیر راه را برشون باز میکنن که اونا هم بتونن به آسانی بخیر بیاین و جاتر دوستای ما همراه با گل گردن و همراه با گل آمدن و همچنان با پرچم‌های ملی افغانستان و در کنار از او پوسترهایی را چاپ کردن که عکس‌های قهرمان‌های ما هستن. این هم از لحظه ورود قهرمان‌های فوتسال ما. آمین جان تصاویر انشاءالله و دوستا داشته باش خودت. ما هم قهرمانایی که با افتخار آمدن به وطن و در یک سر صدا زیادتر هستن. نمیفهم صدا خوبتر میاد یا خیر، اما این همشان ماشاءالله آمدن و مدالای قهرمانی هم در گردنهایشان است و یک افتخار بزرگ است برای ما که کشور مثل افغانستان تونسته بیار امروز قهرمانی را برای افغانستان ما و واقعا افتخار است برای ما. یه هم شور و شوقی که شما میبینید که همه دوستا چقدر شور و شوق دارن و با چه شور و شوق آمدن و به افتخار و تشویق میکنن از تیم ملی ما. این هم تصاویر است که شما میبینید تیم ملی هم وارد شده میره و همه دوستان صدا میدن که زنده باد افغانستان و زنده باد قهرمانان آسیا. یه هم لحظه است که قهرمانای ما آمده میرن و مردم هم با آغوش گرم ازشون استقبال میکنن. واقعا جای افتخار است برای ما. جای افتخار است که کشوری که بعد از 45 سال جنگ دوباره با مدال طلا دوباره برمیگردن و هم از مدالی که از پیش بزرگای فوتسال در آسیا گرفته شده، مثل کشور ایران و مثل کشور زنده‌باد دولت امارات اسلامی افغانستان، زنده‌باد امارات اسلامی افغانستان، زنده‌باد کمیته ملی افغانستان. زنده‌باد قهرمانان آسیا.
یه هم لحظه است که بزرگان امارات از جوانای ما تشویق میکنن و جوانان هم بخیر آمدن با مدالای طلا و دوستای ما هم اون اصحاب رسانه هم ماشاءالله تعدادشون زیاد هستن. حامد جان خودتم انشالله تصاویر داشته باش از حمایت بزرگان امارت اسلامی افغانستان از تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان و یک لحظه خوشی از برای همه ما، برای همه افغانای ما یک افتخار بزرگ است. بعضی مسابقات مدال پیروزی شما و خداوند به شما قوت و قدرت را نصیب بکنه که از این بیشتر پیروزی کسب بکنین که تمام افغانستان خوش باشه و امیال اینمی خوشی مردم افغانستان را که میبینین این تمامش به خاطر شما است. بسیار زیاد تشکر از تمامتان به خاطر تمام زحماتتان. بفرمایید. نمیشه برنده یه هم دوستای عزیز لحظه هست که قهرمانای ما بخیر آمدن و قسم شما هم دیدین چی بزرگان امارت اسلامی افغانستان و چی ملت ما همه آمده بودن به خاطر تشویقشون و آهسته آهسته از طرف هم میرن به طرف فدراسیون ملی فوتسال و ما هم کوشش میکنیم بریم به اونجا و انشالله گزارش خود را از صاحب بر شما ادامه بدیم. انشالله شما هم بیننده باشین. اگر بتونیم همراه قهرمانای ما چند لحظه صحبت بتونیم خیلی خوب میشه. یک لحظه اگر بتونیم صحبت بکنیم. قهرمانا تبریک باشه. خوب هستین انشالله؟ افتخار هستین بر ما. دوباره بخیر ماشاءالله با مدال طلا برگشتین و این شور و شوق و لبخند را در لبای وطندارای میبینین همیشه از برکت شما هست. حق مردم دیگه، مردم زحمتکش، مردم رنجیده. ما هم تلاشمون کردیم طلا آوردیم. ماشاءالله ماشاءالله. من خیلی خوشحال شدم وقتی که دیدم جوانای ما شیران و کوچک ما ماشاءالله به افتخار دوباره به وطن برگشتن و با مدالای طلا آمدن. شما چگونه میبینین لحظه خوشحالی مردم را؟ چقدر شما خوشحال هستین در کنار از اینکه قهرمانی آوردین؟ ماشاءالله مردم چقدر حمایت میکنن دیگه. مردم دیگه خدا رو شکر راضی ان دیگه. چیز واسه گفتن و فقط خدا رو شکر. افتخار هستین بر ما. کشوری که بعد از 40 سال جنگ ماشاءالله نوجوانش این رقم افتخار بر ما بیاره، همتون بر ما قابل قدر هستین و افتخار بزرگ هستین بر ما. میشه از علیفایتون بگیم؟ بعد از صحبت انشالله صحبت میکنیم. ما هم دوستان انشالله کوشش میکنیم بریم و صحبت‌های زیادتر انشالله داشته باشیم. شما هم بیننده باشین. حامد جان شما هم رای ما آمده باشین. انشالله ما هم صحبت‌های می‌داشته باشیم. کمیته ملی المپیک افغانستان زنده‌باد فوتسال افغانستان. قسمت هم صرف که به خاطر قهرمانا ترتیب دادن. قسمی که میبینین همه قهرمانان ما اینجا آمدن و دوستای ما هم ازشون حمایت میکنن.
یه هم لحظه هست قهرمانان ما بخیر میرن به طرف فدراسیون و یه هم بدرقی مردم میبینیم که و چقدر خوشحالی اینا را بدرقه میکنن بخیر به طرف فدراسیون فوتسال. خسته نباشه قهرمان، بخیر اومدین ان شاء الله. اینا همراه دوست ما بودن. در موتر میرن بخیر، در موتر میرن و جواد کو جواد ما اونجا است جواد متراج شد چالان است. دوستان عزیز، این هم لحظه آمدن قهرمانای ما هستند به داخل فدراسیون و قسمی که می‌بینید اعضای تیم موتورسیکل سواری در کنار از دوستای دیگه ما از سراسر کابل جمع شدن و آمدن تا اونا را بدرقه بکنن و بیارنشون تا به داخل فدراسیون. و این هم می‌بینید خوشحالی مردم ما هست که آمدن به خیر و چی با آرند و چی هم با صداهایی که زنده با تیم ملی و زنده با افغانستان میخواین تشویق بکنن. دوستای ما حتی شادی و رقص هم دارن از خوشحالی و ما هم گوش میدیم بریم همراه بعضی انشاءالله صحبت‌هایی داشته باشیم، شما هم بیننده باشیم. بریم انشاءالله به طرف بالاتر دوستای ما اینجا هستن صحبت‌ها رو می‌داشته باشیم. خسته نباشین. ماشاءالله خوشحالی در چهره هم دوستای ما هست. خوب هستین شما؟ خوب هستین انشاءالله؟ آقای افغانی زنده باشین. تبریک زنده باشین. همه ما افغان هستیم. زنده باشین. سلامت باشین. چی احساس دارین فعلا؟ چی احساس ما با همون نفری بود که میگفت که چه حال داره افغانی؟
افغانی این پیام ما افتخار است برای ما امروز که وطندارای ما، دوستای ما، قهرمانای ما مدال طلا برای ما زنده باد افغانستان، زنده باد پیروزی. تا احساستانم بگین باز بخیر بریم. رفتنم بریم بخیر بالاتر، بریم بخیر بالاتر و ان شاء الله صحبت‌های زیادتر همراه دوستای ما داشته باشیم. این هم کاروان است که قهرمانای ما را بدرقه میکنن و میارنشون تا داخل فدراسیون ملی. ماشاءالله وقتی که آدم جمع جوش اینا را میبینه و حمایتشون نمیبینه، آدم قلبا انرژی میگیره و روحیه میگیره. ان شاء الله ما گوش میگیریم که همراهشون صحبت‌های داشته باشیم. ماشاءالله خوشحالی در چهره همگی معلوم است. ماشاءالله خوشحالی در چهره همگی معلوم است. بعد از بسیار دیر وقت بعد بازم در چهره وطندارای ما این قهرمانای کوچک ما خوشحالی را آوردن. زنده باد افغانستان! بریم بخیر بریم حامد جان، بریم بالاتر بریم او شما ان شاء الله. بریم ان شاء الله مثل طرف بالاتر. هم کاروان است که سلام به شما که قهرمانای ما. بریم یک ابراهیم بیادر یک صحبت داشته باشیم که قهرمانای ما رو بدرقه میکنه. کم سلو بریم تو سکده بریم. میشه احساس دارم که چی احساس دارین فعلا؟ ماشاءالله خوشحال هستیم بیادر جان، بسیار خوشحال هستیم. چقدر امروز خوشحال هستیم، والله بسیار خوشحال هستیم. فکر میکنین کی رقم یک قهرمانی بزرگ ان شاء الله ما بدونیم؟ والله از بچه‌ها انتظار داشتیم، بچه‌ها بسیار زحمت کشیدن. ماشاءالله بسیار زحمت کشیدن. شناخت و قرابت دارین یا از همون شور و شوقتون آمدین؟ نه من شناخت دارم، من تعقیب میکنم کلگیره. کدامشان زیادتر دوست دارین؟ علیرضا احمدی رو بسیار دوست دارم. ماشاءالله گل رک بسام. بیخی بسیار یک گل زیبا زد. از جمله دوستان هستن؟ از جمله دوستان نیستن، فقط میشناسمشون. این پیروزی رو به همه مردم افغانستان تبریک میگم. میشم احساس کنم بسیار کوتاه بگین که فعلا چی احساس داریم؟ و همون از که افغانستان گل زد میشه احساس کنیم. یک احساس بسیار خاص داشتم، اشک شوق میریختم و خوشحال بودم از اینکه کشورم بالاخره کم کم در ورزش ها نتیجه میگیره. و این رقم یک افتخار بزرگ آوردن. این رقم یک افتخار برای ما آوردن. ما با مدالای طلا دیدیمشون، اما یک شور و شوق در وجودم زنده میشه. بسیار زیاد. بعد از چقدر وقت بعد یک مدالای طلا در بله قهرمانی بزرگ بله. بخیر برین شما، بخیر برین. ما هم ان شاء الله میریم تو داخل فدراسیون. یم موتر است که قهرمانای ما آمدن و شارگشت را بخیر زدن. تبریک باشه. را یک ذره فرصت پیدا کنیم میایم پیشتان بخیر. بریم محمد جان، بریم ان شاء الله. یم موترایی است که دوستای ما را بدرقه کردن و آوردنشون تا اینجا و در کنار از او شارگشت رفته بودن. همه دوستا شارگشت رفته بودن و حالی هم آمدن و جا داره سپاسگزاری خاص بکنیم از نیروهای امارات اسلامی افغانستان که امنیت را به بهترین شکلش گرفتن و در کنار از او دوستای ما را تا اینجا به بهترین وجه احسن رساندن. هم دوستایی هستن که آمدن به خاطر شارگشت. فعلا صحبت نمیشه، ان شاء الله در داخل صحبت می داشته باشم امروزشان. فعلا صحبت نمیتونیم کردن چون یکمه که ازدحام زیاد است. ان شاء الله در بالاتر صحبت ها را می داشته باشیم امروزشان. بریم محمد جان بین امروز ما یا ماشاءالله یک فوج بزرگ از مردم است که اینجا آمدن و به خاطر حمایت از دوستای ما که قهرمانی آوردن. باشین اگر بتونیم امروز دوستایی که هستن صحبت داشته باشیم. شما هم دوستا تصاویر بیننده باشین. ما هم یه صداهایی است که تشویق میکنن از افغانای ما. خسته نباشین. ماشاءالله اس خوشی و اما اس وطن دوستی در چهره همه شما معلومه که بخصوص در چهره شما هم زیاد است. بله بسیار خوشحال هستیم که موفق شدیم در بازی‌های المپیکی بحرین با عنوان قهرمانی برسیم و هم مقابل کشور ایران یکی از قدرت‌های آسیای منطقه و آسیا است در فوتسال و ما هم جزء کشورهای قدر آسیا هستیم.
واقعا و آیا فکر میکردین افغانستان که 45 سال جنگ را پشت سر گذاشتن و این رقم قهرمانی بین مدالای طلا در گردنهایشان باشه؟ واقعیتش از تورنمنت‌ها از برنامه‌های منظم فدراسیون ما اینا را در نظر گرفته و انتظار داشتیم. از بازی اول که مقابل ازبکستان قرار گرفت 10-0 برد و همینطور مقابل چین 5 تا به نظر میزد، دقیق یادم نمانده، و تایلند که مقابل ایران 3-3 مساوی کرد 9-1 برد. ما همونجا انتظار ما از تیم ملی افغانستان فقط قهرمانی بود. فقط قهرمانی و قهرمانی که در ایران گرفتن، در کشوری که گفته بودن، ما بعضی کنفرانس‌های خبری شنیدم گفته بودن که افغانستان در مقابل ما هیچ است و ما قهرمان هستیم. اونا یک جشن پیش از پیش برای قهرمانی گرفته بودن برای خود. بله، امروز قدرت شیرای ما خبر نداشتن. به نظر ما یکی از این ازدحام زیادی که مردم آمدن اینجا جشن گرفتن، پایکوبی میکنن، امی است که مقابل ایران قهرمان شده که ایران تیم ملی افغانستان بسیار دست کم گرفته بودن. بسیار برای ما جای خوشحالی است. بسیار وقتی من دوستای ما دیدم که با مدال طلا آمدن، واقعا اینقدر یک حس دیگه در وجود من زنده شد و اینو گفتم که یعنی آیا کسی فکرش هم میکرد افغانستان که پسمانده ترین کشور بود، 45 سال جنگ را سپری کرد، جوانایش از بین بوی دود و بارود بلند شدن و در مقابل کشورهایی که امنیت داشتن، پول داشتن، ثروت داشتن، آزادی داشتن، همه چیز، اما افغانستان قهرمانی را آورده که کسی فکرش هم نمیکرد. بله، متاسفانه افغانستان شرایط‌های ناگوار سپری کرده بودند. اگر در عرصه ورزشکارا جوانا حمایت شوند، یقینا چی در عرصه فوتسال، چی در عرصه فوتبال و در هر ورزشی و عرصه ورزشی موفق خواهد شد. ان شاء الله. سلامت باشید. بخیر باشید. بادم تبریک باشه. بفرمایید. ما دوست دارم همون گزارشگری که میگفت ما افغانستان بسیار به راحتی میتونیم ببریم، میخوایم این ویدیو را اگر ببینه یارا کجا هستی دوست عزیز که می ویدیو هم ببینی که چه رقمی برده افغانستان. این میرم فقط میخواستم اونمو گزارشگر تلویزیونی شبکه 3 و شبکه ورزش ایران این بویدیو را که ببینم. ما میگم سلام علیکم. از قدرت قهرمانای ما بازی با خبر باشن. دیگه چی عرض کنیم با خدا، این ما را مزه کرد که بخیمو دل ما را زم گزارش بد کرد گزارشگر، چون یک رقم تحقیرآمیز نگاه میکرد به ما، پایینش از نگاهش از بالا و پایین بود، ولی ما تونستیم که دیگه. آیا بعد از او که صحبت‌های از او خبرنگار شما شنیده بودین، وقتی که مسابقه آغاز شد چقدر استرس داشتین؟ خدای ناخواسته تیم ملی ما نبود. ما به بچهای خود باور نه بلکه ایمان داشتیم، یعنی ایمان داشتیم حتما میبرن. و بچه‌ای که ما بازیش دیده بودیم اصلا باور ما می بود که ما بیشتر از اونا باید گل میزدیم. ما با این نگاه همیشه بازی رو میدیدیم و قسم قهرمان شدیم که حتی در میدان هم اگر اشتباه نکنم بعض تنش‌های لفظی ما تنها بازی فوتبال نبردیم، ما بازی اخلاق هم بردیم. اونا متاسفانه تنها بازی فوتبال نباختن، برعکس هم اخلاق باختن، هم بازی را باختن، هم جام از دست دادن. و این خودش و این بچه‌ها یک شروعی هست برای آینده. ما آینده از اینا رو ان شاء الله می‌بینیم. موفق مایت سلامت باشید، بخیر باشید. دوستان شما چند دقیقه تصویر بیننده باشین، ما هم میریم به طرف داخل فدراسیون ان شاء الله اوج صحبت‌های زیادتر هم رو با قهرمانان می داشته باشیم. یه هم لحظه آمدن قهرمانای ما است به داخل فدراسیون و حمایت مردم ما و همچنان بزرگای ما از قهرمانای ما. عامل جان بیام با خودتون بریم به قسمت‌های کم پایین‌تر ان شاء الله از اون قسمت تصویر داشته باش. خسته نباشی قهرمان، خسته نباشید. افتخار بزرگ است بر ما که بخیر آمدیم و امیل از احساس کنم در واقع ماشاءالله از حمایت وطندارای ما. شیر بچه‌ها زنده باد. خدا همه شادن دیگه. ما هم تمام تلاش می‌کردیم که مردم کشور خود شاد کنیم. بر ما افتخار هستین چون جوانای ما بعد از بسیار وقت بعد آمدن با مدالای طلایی که آوردن و یک افتخار بزرگ است بر ما. وقتی که واقعا همه مردم شما را دیده که شور و شوق و هیجان را می‌بینین، همیشه از برکت شماست که امروز در لب وطندارای ما لبخند و خنده است. ان شاء الله دیگه شما سلامت باشین. ان شاء الله صحبت‌های زیادتر در داخل می داشته باشیم. فقط از این بر ما بگید که لحظه‌ای که افغانستان در مقابل ایران پیروز شد، اون لحظه‌اش ما چی احساس داشتین؟ چون فاینال بود و بعد از یک مدت طولانی شما مسابقات را پشت سر
گذراندین و سپری کردین. شما قهرمانی را گرفتین. همون لحظه احساستون چگونه بود؟ میشه ما بیان کنین؟ احساس خیلی زیاد بوده دیگه. بچه‌ها تمام تلاش رو کردن، تیم ایران شکست بدن. همه دست به دست هم دادیم که اینجا قهرمان شدیم. مردم هم شاد کرد. و ماشاءالله اخلاق را که شما در میدان نشان دادین، هم بازی فوتسال را بردین، هم بازی اخلاق را بردین و هم یک افتخار بزرگ را شما بر وطندارای ما آوردین. آره بچه‌ها خدا رو شکر اخلاقی خیلی خوب بود. همه خوب بودن دیگه، همه چی کار، همه چی خوب بود. و از قوی ترین حریف بر ما بگین، شما در مقابلش قرار گرفتین، مثل چین، تایلند که 9 گل شما زدین. تایلند که در فوتسال حرف اول میزد، آیا کشور ایران که میگفت که ما افغانا نمیتونن ما را ببرن، ولی شما افتخار بر ما آوردین. میشه ما بگین از این سه تیم قوی کدامش بر شما نسبتا دشوارتر بوده؟ تیم تایلند حالا نیمه نهایی بود، بعد بازی فینال هم حالا چون که فینال بود ایران بود دیگه، بعد چون که فینال ها اصلا معلوم نمونه، خیلی سخت بود و استرس هم داشت. استرس خیلی داشت. بله بله. بله. و اون چطور بود حمایت مردم ما در اونجا وقتی که دوستا بر شما برای شما به تماس می‌شدن چه حمایت می‌کردن؟ خیلی تشکر میکنم از اونایی که اومدن ما را از نزدیک حمایت کردن و اونایی که از در خانه ما را حمایت کردن. شما زنده باشین. بر ما میشه کوتاه بگین که ماشاءالله دوستی هستید. محبتای مردم هست که شما را تا اینجا ان شاء الله رساندتون. بر ما ان شاء الله از آینده تیم فوتسال بگین، آینده فوتسال ما چگونه است ان شاء الله. با وجود قهرمانای را مانند شما داریم ماشاءالله. شعر از قهرمانا. امیدوارم که در تورنمنت های بعدی هم قهرمان بشه و همچنان مردم کشور رو شاد کنیم. ان شاء الله منتظر قهرمان جهانی هم هستیم که شما قهرمانی شو بخیر بیارین. ما هم ان شاء الله دوستای میریم به طرف داخل، شما چند تا تصویر بیننده باشین و ما هم هستیم ان شاء الله. از شور شوق وطندارای ما در داخل میدان فوتسال و قسمی که میبینید همهشون تشویق میکنن با پرچما و با پوسترها و با گل و با اسپری و با هزاران چیزی که دارن و با صداهایی که زنده باد افغانستان از تیم ملی ما تشویق میکنن. شما هم شاهد دیدن هستیم که چگونه خوشحالی و خوشی در چهره وطندارای ما معلوم میشه. و این هم از شور و شوق وطندارای ما هست در داخل استودیو. کسی میبینیم همشان صدا میکنن زنده باد افغانستان، زنده باد تیم ملی فوتسال ما. این هم از خوشحالی که بعد از دیر وقت بعد به لب افغانای ما آمده و شور و شوق را که میبینیم، این همه شور و شوق مدیون قهرمانای ما هستیم که افتخار بزرگ برای ما آوردن. شما بیننده تصاویر باشید.
گپ بزنم دوباره چی بزنم باش شادی مردم و همچنان از قهرمانان ما که در اینجا آمدن و مردمشون حمایت میکنن و تشویقشون میکنن. ما هم کوشش میکنیم در کنارشون جای پیدا بکنیم، ان شاءالله صحبت‌های همراهشون داشته باشیم و یه هم از حمایت مردم و از شور و شوق مردم. آمد جان خودم گم کرده بودم. این قسمت است که تعداد رسانه‌ها هم ماشاءالله خیلی زیاد است و از تیم ملی فوتسال هم ماشاءالله به وجه حسن حمایت میکنن. یه هم تیم ملی فوتسال ما هست و یه هم تشویق‌ها و حمایت مردم ما هستند. ما هم کوشش میکنیم اگر فرصت بتانیم همراه از اینا صحبت کرده بتانیم ان شاءالله. شما هم بیننده باشین و یه هم قسمی که میبینین شور و شوق و هیجان است که مردم ما در مقابل تیم ملی دارن و همچنان بعد از پیروزی را آوردن یک اس شور و شوق و هیجان است بر همه ما. شما بیننده باشین، ما هم ان شاءالله هستیم. بینندگان عزیز، قسم شما هم تصاویر دیدین ماشاءالله شور و شوق و اشتیاق مردم ما هم معلوم میشه و در کنار از او هم می‌بینیم که چقدر از دوستای ما اومدن به خاطر حمایت و این هم تیم فوتسال ما هستن. البته شیران کوچک ما، قهرمانان ما که پایان 17 سال هستن و یک قهرمانی بزرگ برای ما آوردن. خب دوستان عزیز، ما هم آیستا و دقایق اخیر برنامه خود رسیدیم و اجازه دارد سپاسگزاری خاص بکنیم از شما که بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه بعد همه شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم.